بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نهایت گرامی، امید که ایام خوب و خوشی را در کنار فامیل محترم و دوستان و برادران سپری بکنیم. همونطور که همه ما و شما میبینیم فصل زمستان در حال فرارسیدن است و مشکلات و نداری ها و تنگ دستی هایی که برخی هموطنان ما و شما دارند و خصوصا مهاجرینی که در این ایام به وطن برگشتن و هنوز سرپناهی ندارند و هنوز کار و شغل و زمینه کسب درآمدی را فراهم نکردن، می طلبه که همه ما با یک عزم ملی دست به دست هم بدیم و هر کس در توان خود به داد هموطنان و دوستان خود برسه و نگذاریم خدای ناکرده زمستان و سردی هایی که پیش رو هست باعث مشقت و تلف شدن برادران و خواهران و یا اطفال ما و شما بشه و در وطن غم و مصیبت دیگری آفریده بشه. اهل خیر همت کنن و همه برادران و خواهران به اندازه توان خود دسترسی بکنن و هیچ کس خود از این قافله و از این قائله جدا و مستثنا تصور نکند. به امید که وطن ما و شما شاهد موفقیت ها و پیروزی ها و سربلندی های بیشتری از پیش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.